تاریخ جنگ حکومت ترکیه با زنان حجابدار که سر از پشت خوردن خلافت عثمانی شروع شد محدودیت بالای زنهای حجابدار، تا که رفته رفته کاملا زنهای حجابدار را از همه جا و از همه چیز محروم کردند. زن حجابدار تا 2007 نزدیکی 60 سال در ترکیه نمیتوانست حتی تدریس کند، حتی درس خواند. در مکتب ها نوشته شده بود، در دانشگاه ها نوشته شده بود که ورود با حجاب اسلامی یا با روسری به مکتب و دانشگاه ها منع است. حتی به بیمارخانه زنهای حجابدار را قبول نمی کردند. از پارلمان یک چند زنهای حجابدار را رانده بودند، عده‌ای را جریمه کرده بودند، عده‌ای را زندانی کرده بودند، عده زیاد دیگری هم بدرقه شده رفته بودند، به خاطر حجابشان ترک وطن کرده بودند. یعنی تاریخ دشمنی با حجاب 60 ساله ترکیه همیشه همچون تاریخ سیاه باقی مانده است. آن هم چه عجب که یک دولتی که 96% مسلمان است، 96% مسلمان است و خود ترک ها هم میدانند که در همین مدت 60 ساله جنگ با حجاب و با اسلام، ترکیه یکی از کشورهای خیلی عقب مانده بود. عقب مانده از جهت تحصیل، از جهت اقتصاد، از همه ساحه ها، و پاره‌خوری و فساد در همه ساحه ها وجود داشت، در همه ساحه ها وجود داشت. یعنی هرچی با اسلام جنگیدن، انسان‌های فاسق بالای سر مردم آمدن گرفت. اما جنگیدن 60 سال با حجاب زنها، با اعتقاد مردم جنگیدن و در آخر درک کردن که دیگر اعتقاد مردم را با جنگ از قلبشان گرفته نمی شود. اعتقاد مردم در قلب آنها جایگیر است که هرچی کردی، هرچی جنگیدی، جریمه کردی، زندانی کردی، بدرقه کردی، باز هم اعتقاد در قلب میماند. اعتقاد در قلب میماند، مگر اینکه پروردگار که خداوند نکرده انسان را گمراه کند. پس از آنکه حجاب کاملا در اینجا اجازه شد، الان میدانید که وزیر عائله این کشور مثلا زن محجبه هست، ترجمان مخصوص رئیس جمهور زن محجبه یا حجابدار با سطر است، دانشگاه و تمامی حتی ساحه ها، مؤسسه های دولتی با حجاب جایز است. و برعکس بعد از اینکه انسان های دیندار، زن های حجابدار خدا ترس بالا آمدن، تقریبا فساد در این کشور نیست. تقریبا فساد نه در دانشگاه، نه در مکتب های میانه، نه در بیمارخانه دیده نمی شود. زنی حجابدار می تواند حتی خلبان باشد، حتی می تواند وزیر تندرستی باشد، هرچی می تواند بکند و حجاب وی مانع پیشروی او نشده ایستاده است و این را همه دنیا شاهد است.